دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال ایسا تیوی خوش اومدین. امروزم اومدم که درباره یه چیز خیلی جالب باهاتون صحبت کنم. دوستان میدونستین همونطور که فرشته ها موقع مرگ انسان ها وظایفی بر عهده دارن، شیطان هم وظایف خاص خودش رو داره؟ مثلا کسی نیست که شیطان از مرگش خبر نداشته باشه. مرگ بدترین نوع تشنگی مادی و معنوی هستش. جالبه که بدونین انسان‌ها قبل از مرگ به حدی تشنشون میشه که از حرارت و داغی بیابی انگار بدنشون داره توی آتیش میسوزه. ولی خب شخصی که رو به مرگ هست تو این شرایط نمیتونه تقاضای آب بکنه. شیطان هم با خودش میگه الان بهترین فرصته و سعی میکنه مدام تغییر شکل بده و ایمان اون شخص در حال مرگ و تشنه رو با حیله‌های مختلف ازش بگیره. قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما کافیه که این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با کانال ایسا تیوی همراه باشید. شیطان هیله‌گر یه لیوان آب خنک تو دستش میگیره و تکونش میده. شخص در حال مرگم که شیطان رو نمیشناسه بهش میگه میشه اون آب خنک رو به من بدی و من رو از تشنگی نجات بدی؟ شیطان هم از این فرصت استفاده میکنه و میگه به شرط این آب رو بهت میدم که اعتراف کنی که این دنیا خالقی نداره و خود به خود به وجود اومده. اگه اون شخص در حال مرگ ایمان محکمی داشته باشه به شیطان میگه خداوند تنها خالق این عالم هستش. شیطان میبینه از این طرف نشد، این دفعه به اون طرف شخص در حال مرگ میره و لیوان آب خنک رو تو دستش تکون میده. جالبه که بدونین این دفعه هم با شکل دیگه‌ای ظاهر میشه و شخص مؤمن در حال مرگ باز هم شیطان رو نمیشناسه و بهش میگه میتونی از اون آب به من بدی و من رو از این تشنگی نجات بدی؟ شیطان هم میگه به یه شرط بهت از این آب خنک میدم که بگی کتاب قرآن و پیامبر کاملا ساختگی و دروغ هست و استغفرالله هیچ کدوم از اینا وجود نداره. اگه شخص در حال مرگ گول شیطان رو بخوره و دقیقاً گفته های شیطان رو تکرار بکنه، یعنی قبول کنه که از دین خارج بشه، خودش رو دچار بدبختی و فلاکت ابدی کرده. ولی لازم به ذکره که بگم اگه اون شخص در زمان حیاتش کاملا از دستورات دین اسلام اطاعت کرده باشه، به اذن خداوند گول شیطان رو نمیخوره و گفته های شیطان رو تکرار نمیکنه. دوستان برای رفع تشنگی شخص در حال مرگ اطرافیانش باید کم کم دهن اون شخص رو خیس کنن و آتشش رو برطرف کنن. برای نجات شخص در حال مرگ از شر شیطان هم به درگاه خداوند دعا و تمنا بکنن، کلمه توحید و شهادتین رو برای شخص در حال مرگ بخونن و براش آیه ها و سوره هایی که درباره مرگ و زندگی بعد از مرگ هست و ایمان اون شخص رو به زندگی آخرت محکمتر میکنه بخونن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن برای نزدیکان رو به مرگ خود کلمه لا اله الا الله رو بخونید. امام غزالی هم میفرماید آیا شیطان دزده که بخواد ایمان هر کسی رو بدزده؟ اگه شیطان بخواد ایمان بنده ای رو تو آخرین نفسهاش بدزده، این نتیجه اعمال بد اون بنده تو زندگی دنیویش هستش. لازم به ذکری که بگم تو عدالت خداوند شک و شبهه‌ای وجود نداره و اون بنده حتما تو دنیا زندگی داشته که باعث شده در برابر شیطان تسلیم بشه و خداوند هم دم مرگ رحمتش رو از اون بنده دریغ کرده و ایمانش رو ازش پس گرفته. پیامبر اسلام به ما نشون دادن که حتی تو این شرایط هم باید فقط به خداوند پناه برد. ایشون فرمودن پروردگارا به تو پناه میبرم از اینکه شیطان هنگام مرگ پشت مرا به خاک آورد. دوستان جالبه که بدونین روح انسان موقع زندگی تو دنیا هر سال بدن قدیمیش رو ترک میکنه و وارد بدن جدیدش میشه. ولی این روند به قدری حکیمانه و ظریف و با شفقت و رحمت خداوند صورت میگیره که ما انسانها اصلا متوجه این تغییر نمیشیم. هر نفسی که ما میکشیم به نوعی برای همین تغییر بدنمون هستش. حکمت غذایی که میخوریم، آبی که مینوشیم، عرقی که میکنیم این هست که بدنمون بازسازی و ترمیم بشه. برای ما انسان‌ها این تخریب و ترمیم منحصر به فرد بدنمون فقط یک سری رفتارهای عادی هستش.
اما خب موقع مرگ روح بدن رو ترک میکنه، همون بدنی که هر سال توی یه دوره معینی عوضش میکرد. مرگ دقیقاً همینه. یعنی مرگ حالتی هستش که روح توی یه ثانیه بدن رو ترک میکنه، یعنی روح از قفس خودش بیرون میاد و آزاد میشه. دوستان وقتی روح از بدن خارج میشه، بدن دچار لرزش و رعشه میشه، ولی این لرزش برای همه انسان‌ها یکسان و شبیه نیست. اگه بنده این محض رضای خدا زندگی کرده باشه، مقدار این لرزش و رعشه خیلی کم میشه، ولی اگه اون بنده زندگی بدی داشته باشه که لایق تسلیم شدن در برابر شیطان هستش، موقع مرگ این لرزش و رعشه به قدری شدید خواهد بود که قابل توصیف نیست. پیامبر اسلام درباره این موضوع به ما انسان‌ها هشدار میده که کمتر مرتکب گناه شو که مرگ بر تو آسان شود. قرض و بدهی خود را کمتر کن تا آزاده زندگی کنی. کمک به شخص فقیر شخص را از مرگ بد نجات میدهد. دوستان برای اینکه شیطان موقع مرگ نتونه به ایمان ما ضرری برسونه، باید ایمانمون رو از ایمان تقلیدی به ایمان تحقیقی تبدیل کنیم. چون که ایمان و اعتقاد کسانی که ایمان تقلیدی دارن ایمان عقلانی هستش. توی ایمان تقلیدی قلب و احساسات و روح نقش و سهمی ندارن. در چنین حالتی شیطان به راحتی میتونه به عقل انسان نفوذ کنه و به ایمانش ضرر و آسیب برسونه. چون که شیطان میتونه عقل انسان رو به راحتی دچار تردید و شبهه بکنه، ولی ایمان تحقیقی فقط منحصر به عقل نیست. این ایمان پس از عقل به قلب، روح، وجدان و احساسات شخص نفوذ میکنه و دست شیطان هم هیچ وقت به این جاها نمیرسه. به این ترتیب ایمان انسان ها از شر شیطان حفظ میشه. دوستان همیشه باید به درگاه خداوند دعا کنیم که پروردگارا در زندگی و موقع مرگ ما رو از شر شیطان در امان نگه دار. آمین یا رب العالمین. دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم. مرسی که تا اینجا همراه بودین. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدارتون. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده باشه، با زدن دکمه شیر به دوستاتون شیرش کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید.